گناهکاران را تحقیر نکنید. اسلام دین تحقیر نیست، اسلام دین تمسخر نیست. الدین النصیحه، اسلام دین خیرخواهی است، دین مهربانی است. مسلمان باید مثل باران باشد، باران وقتی می آید بر سر همه می بارد. مؤمن باید برای همه خیرخواه باشد. ما تنها مسئول انسانهای نمازگزار و متقی و پرهیزگار نیستیم، مسئول انسانهای گناهکار هم هستیم. الله رب العزت و الجلال از ما پرسان می کند گناهکاران را چرا رها کردی؟ اگر واقعا من و تو انسان خوبی هستیم، شایسته هستیم، دست انسانهای گناهکار را بگیریم، اونها را ترغیب بدهیم، نه این که ما بیاییم جوانها را تمسخر بکنیم. حالا جوان هست، اشتباهی کرده، باز میگردد. من جای گذر میکردم، جوانهایی را دیدم که روی آشغالها زندگی میکنن. مسئولیت اونها را کی به عهده دارد؟ آیا الله از ما پرسان نمی کند این جوانهایی که به این حالت قرار دارند چرا دستشان را نگرفتیم؟ آیا فقط ما بیاییم اونها را تمسخر بکنیم، تحقیر بکنیم؟ به صحرای محشر چی جواب داریم بدیم؟ اسلام دین تحقیر، دین تمسخر نیست. بیم جوانهایی که اونها گناهکار و عاصی و معصیتکارن به آغوش باز بگیریم، نگذاریم که از پیش ما برن. عزیزان من، وقتی ما میایم خود را داعی میگوییم، دعوتگر، برای 4-5 نفری که داخل مسجد هستند، برای 1000 نفری که داخل مسجد هستند، حتی برای یک شهر و یک منطقه و یک کشور، چنین صفت پیامبر نداشتن. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. پیامبر برای همه بودن، ما هم برای همه هستیم، برای گناهکاران هم هستیم. از ما پرسان می شود. باید خود را مسئول گناهکاران هم بدانیم. اگر امروز گناهکار گناهی می کند، الله از ما پرسان می کند این گناهکار گناهی انجام داد، مسئولیت تو چی بوده؟ جناب دعوتگر، جناب خطیب، جناب فلان. جواب الله را چی می دهیم؟ والله العظیم لحظه‌ای که اون جوانها را دیدم که معتاد داخل آشغالی ها زندگی می کنن، شاید خیلی از جوانها دارای استعداد فوق العاده و عالی با تفکر فوق العاده بالا، اونها را از دست دادیم. من و شما بزرگترین ثروت ها را داریم از دست می دهیم. این منطقه دعوت اسلامی نیست که فقط ما داعی و دعوتگر باشیم فقط برای جوانهای مسلمان. گناهکارا را به آغوش باز بگیریم، اخلاق درست نشان بدیم. باور کنیم جوانها باز میگردن، تشنه‌اند. من خیلی از معتادها را میشناسم، امروز حافظ قرآن شدن. تنبلی از ماست، تقصیر از ماست. یک دعوتگر برای عموم جامعه هست، برای تمام جهان هست. من وقتی یک دعوتگرم نمیگم من داعی برای افغان ها هستم، همه مسلمان های جهان که صدای بنده را میشنوند، من برای همه هستم، ما برای همه هستیم جمیعا. خداوند میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر هم دیگرن. نگفته که افغان ها فقط برادر هم دیگرن، نگفته عرب ها فقط برادر یک دیگرن، نگفته عجم ها فقط برادر یک دیگرن، همه. این تفکر یک داعی است، برای همه باشیم، به خاطر خدا باشیم و همه را درست دعوت بدیم.
عزیزان من، مسئولیت ما خیلی خطیره. بیم دست جوانهای گناهکار را بگیریم. حتی اگر جوان گفت تو را نمیخواهم، من از تو بیزار و متنفر هستم، من تو را نمیپذیرم، منطق دعوت اسلامی میگه او را به آغوش باز بگیر. اگر جوان بگه من تو را نمیخواهم، اما من برای جوان میگم من تو را میخواهم، من به انتظار تو هستم که پس بازگردی. از همه بالاتر رب العزت و الجلال به انتظار چنین جوانهای گناهکار هست. دروازه رب العزت را کسی نمیتواند بروی جوانهای گناهکار ببندد. این جوانها خیلی استعداد دارند. بیایم دست این جوانها را بگیریم و اونها را به آغوش بگیریم، دست نوازش بکشیم. تشنه خیلی کثیری از جوانها، اما میگن ما نمیتوانیم توبه بکنیم و بازگردیم. بیم مسئولیت خود در برابر چنین جوانهایی داشته باشیم.